مثلا من همچین چیزی میخوام با به این کار میگن درشتوزی. این استاد 40 ساله که تو کار کلن کفشه. ببینید چقدر کارش دقیق باید باشه. آره هر جا دیگه میخورید اون موقع مثلا 15 تومن بود، این 45 تومن. الان مهارت رو میبینیم. بازم نداده ولی اینا. آره منم شنیدم میگن اولین نه میخوای بگیری برو پلای نوروزخان معدنشون میداست. یکی از سخت‌ترین کاراست. یکی از سخت‌ترین کاراست که اصلا هر کسی نمیتونه اینقدر دقیق، چون این کارا خراب. به به، اسم این هست بتهارلی مشکی. بوت بی‌نظیره ها، بی‌نظیره. خالی شینه خره آشکارترین بی‌نظیره ها. استاد محمود بزرگ با قدمت 50 سال در کار کفش و دوزندگی چرم. استاد چی کار میکنید؟ حالا اینا دستوز شده ساعتیاش، بعد لبشو کونیک میکنیم، نازکش میکنیم. بله. موقعی که از به اصطلاح کارکش کارو میکشه، قبل از اینکه زیره رو استاد بچسبونه، بله ما اینو چون قبلا چسبیدیم یه مقدار حرارت بهش میدیم، بله، و لبشو میچسبونیم که به این به یه حالت شمشیری خوشگل تیز به 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 به. ببینین چقدر سخت کار چرم. بله، چقدر دقت، چقدر ظرافت و چقدر کار میکنن. تازه بعد میره تو مرحله به اصطلاح پرداخت و زیر چسبوندن و شکل اصلیشو اون موقع پیدا میکنه. پس دلیل قیمت گرون این کفشا یکیش دلیل کار زیاد دسته. واقعا هم کار زیاد دسته، یعنی هیچ کاریش اینجا ماشین انجام نمیده.